چراغداران. با این همه دانشگاه تهران به همت استادان عالی‌قدر و دانشجویان مستعد در طی سالیان دراز افراد دانا و متخصصی در زمینه‌های علم و ادب و صنعت به جامعه تقدیم کرد که در حقیقت مغز متفکر و قوه محرکه و کالبد معنوی جامعه امروزی ما هستند. گفتاری چند از یکی از دوستان قدیمی دکتر عباس زریاب بشنویم. دکتر محمد علی موحد. من آشناییم با مرحوم زریاب به این نحو بود که نشان بنده را یکی ایشون وقتی از قم برمیگشتند یکی از از علمای روشنبین زمان به ایشون داده بود اسم بنده رو، به نشانی بنده رو. ایشون آمد سر راهش که میرفت به خوی در تبریز، در همون مدرسه طالبیه تبریز، مدرسه طلاب تبریز، اونجا منزلی داشتن و اونجا آمده بود سراغ بنده رو گرفته بود که خب وسیله شد همجا رو دیدیم و مدتی که در تبریز بود تقریبا هر روز با هم بودیم و یاد اون ایام بخیر که با هم صبح میرفتیم پیش از طلوع آفتاب میرفتیم سارهای اطراف تبریز و خب فوق‌العاده بود. و از همون زمان این آدم که طلبه جوانی بود از قم برگشته بود، ولی اینقدر این شما باورتون نمیاد که چطور این به اصطلاح موج میزد از ذهن این از شعرهای عربی و فارسی و چقدر با ذوق غریبی اینها را حفظ کرده بود و چون حافظه فوق‌العاده‌ای داشت این آدم، خوشبختانه تا آخر عمرش هم این حافظه رو حفظ کرده بود. وقتی صحبت می‌کردن با دوستان از مطالب مثلا چیزایی که خود مثلا آدم 40 سال پیش یه مطلبی بوده و حالا از ذهن آدم به کلی محو شده، ولی ایشون کاملا یاد داشت با دقایق با جزئیات. وقتی میگو آدم مثلا حیرت زده میشد که چطور این نقش بسته در ذهن حافظه این آدم و چطور اینا را تمام این جزئیات را حفظ کرده و الان پس میده. خب خدا رحمتش کنه چه چیزهای فوق‌العاده‌ای داشت. بله بعد از اون این دوستی ما در اون مقاله هم بنده اشاره کردم دیگه ادامه داشت تا همون شب آخری که ما رفتیم و دیدیمش و آخرین دیدارمون بود که خداوند انشاءالله بله روانش رو شاد بکنه. چراغداران.